بله سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. الو، بفرمایید. آقای انصاری، بفرمایید. حال شما خوبه؟ زنده. من از قوچان مزاحمتون میشم، کرمان جان. از در قوچان. ضمن شیعه هستم. فقط خواستم یک تشکر سپاسگزاری ویژه از شما داشته باشم به خاطر معلوماتتون، به خاطر علمتون و به خاطر اون معرفت و نزاکتی که دارید. بارها شده که شیعه ها زنگ زدن، فوش دادن و حتی علمای ماها رو نگاه میکنیم این شیخ میخواه دجالی، چون دیگه اونا رو با خودمون جدا کردیم. بله. علیرغم این که به حضرت عایشه، به عمر، ابوبکر و بقیه خلفایی که شما قبول دارید، که به عنوان خلیفه قبول دارید، متاسفانه توهین میکنن، ولی شما هیچ گونه توهینی به کسی نکردید، حتی به کسایی که فوش میدن. من فقط زنگ زدم تشکر کنم و واقعا عاشق علم و فرامون فهم و فراستون شدن. تشکر میکنم. خداحافظ. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. خدا نگهدارت. ببینید، شیعه و سنی فرق نمیکنه. ما بارها گفتیم و ما تقیه نداریم. تقیه‌ای که بهش اعتقاد دارن آخوندا رو نفاق میدونیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. وقتی که با مؤمنین روبرو میشن میگن ما با شماییم. هفته وحدت که میذارن، بله شیعه و سنی برادرن، نگید که برادران ما، بگید انفسنا. اما وقتی که خلوت میکنن، هرچه فوش و توهین و اهانت و نصف اینایی که زنگ میزنن و فوش میدن اینا آخوندن، چون این رو قربتاً الی الله دارن این کار رو انجام میدن و ملت ایران اینا رو میشناسن. ما حساب شیعیان رو از اینها جدا میدونیم. اون که شیعه علی باشه، واقعاً علی رو قبول داشته باشه به عنوان قدوه، به عنوان اسوه، به عنوان سرمشق، به عنوان مربی، به عنوان معلم، از اون پیروی میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر که شما ادعا میکنید که خدا رو دوست دارید، پس از من پیامبر متابعت بکنید. دوستی تنها به درد نمیخوره. هر کس میتونه ادعا بکنه که من دوست دارم. دوست علی، شیعه واقعی علی، کسی است که پیرو علی باشه. اصلا کلمه شیعه یعنی پیرو. آقا من شیعه علیم، اشهد ان علی ولی الله، بر بقیه لعنت. دیدن شعار میداد چند لحظه پیش. این بیچاره بدبخت فکر میکنه شیعه علی است، فکر میکنه شیعه علی است، در حالی که علی از این اخلاق و این برخورد بیزاره. در دینمون، در اعتقادمون، در برخوردمون، در اخلاقمون باید پیرو به کسی باشیم که ادعا میکنیم دوستش داریم. ما در هیچ مصدری از مصادر صحیح نداریم که علی رفته باشه به ابوبکر و عمر و عثمان توهین کرده باشه، بلکه عکسشو داریم. همیشه احترام گذاشته به اونا. اخلاق علوی اخلاق نبوی است، اخلاق قرآنی است، اخلاق الهی است. اما اینایی که امروز ادعا میکنن پیرو علی هستن و ما میبینیم که برخوردشون، رفتارشون، صحبتهاشون، اینا بوی از علی نبردن، از اخلاق علی، از اعتقاد علی، از رفتار علی نبردن و به دروغ ادعا میکنن که شیعه علی هستن. ما حساب اینا رو از شیعیان واقعی بارها گفتیم جدا میدانیم. شیعیانی که شرک نورزن، شیعیانی که توهین نکنن، لعن و نفرین نکنن، و همسران پیامبر توهین نکنن، برادران ما هستن، مؤمن هستن، اهل بهشت هستن و ما دوستشون داریم، نه برای تقیه، نه برای هفته وحدت، نه برای کسی که به خاطر مسائل سیاسی و حکومتی باشه، مثل که خامنه‌ای و دار و دستش دارن این کارو میکنن. این عقیده ماست.